خب اولیش که نیم تگ جب هستش که اگه بزنیم روی گوسفند RGB میشه. دومیش نیم تگ گرامه که اگه بزنید روی کریپر برعکس میشه، البته روی ایمابی میتونید بزنید. سومیش نیم تگ توسته که اگه بزنید روی خرگوش بله سیاه‌سفید میشه. نمیدونم چه خرگوشی اما رنگش تغییر پیدا میکنه. نیم تگ دینربون هم که اگه بزنید روی هر موبی که دلتون میخواد ما برعکس میشه، مثل نیم تگ گرام. حالا میریم سراغ نیم تگایی که اصلا کار نمیکنن، مثل نیم تگ تکنوبدیت که اگه بزنید روی خوک مثل همین عکس، و نیم تگ کیس نمیدونم، به هر حال بزنید روی خوک مثل همین عکس نمیشه. خوک اگه بزنید روی پاندا